میخوام برام اینجا یه مقبره بسازم. مقبره برای چی؟ آدمیم دیگه، یه روز هممون میمیریم. نمیفهم آدمی مثل تو که اینقدر خوب زندگی رو میفهمه چرا باید به مرگ فکر کنه؟ فکر کردن به مرگ آدمو میاره تو راه درست، آدمو تنظیم میکنه. اگه ما آدمو باور میکردیم که با مردن یه نفس بیشتر فاصله نداریم، دنیا گلستون میشد. همه میدونن یه روزی میمیرن. اون دنیا نزدیکه، قیامت نزدیکتر. هممون میدونیم و پاشا به خود پشت گوش میدازیم. آخه نمیشه که آدم اگه بخواد همش به فکر مرگ و مردن باشه، پس کی به امید و آرزوهاش برسه؟ مشکل تو اینجاست که مرگ از زندگی جدا میدونی، نه جزئی از زندگی. از یه گورکنه میپرسن تو که یه عمر کارت اینه عجایبی هم دیدی؟ میگه عجیب تر از این ندیدم که 80 ساله دارم گور میکنم، اما هنوز باورم نمیشه که یه روزی خودمم میمیرم.